شرکت تاجیک با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست دوباره هواپیماهایش را به پرواز درآورد. ماموریت شرکت ماه گذشته اعلان کرد که روز 31 مارس پرواز هواپیماها دوباره شروع می شود. در تاجیک روز 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که پروازها شروع نشد و معلوم نیست کی هواپیماها دیگر باره به مسافرکشی برمیگردند. سبب تأخیر را شرح ندادند. پرسجوی رادیوی آزادی نشان داد که در فروشگاه ها بلیت تاجیک ایر در فروش نیست، حالانکه حداقل تا 15 روز آغاز پرواز شرکت ها بلیت خود را الکی به فروش میبرند. حداقل 3 کارمند شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از ماه ژانویه امسال این جانب در رخصتی بیمزد هستند و شرکت هنوز آنها را به کار دعوت نکرده است. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز میکرد. بعد این مشکلات مالی زیاد ماه ژانویه امسال تاجیک ایر دیگر از پرواز ماند و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامان ایر دادند. شرکتی که بنا به گزارش‌ها به حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهور امام علی رحمان و رئیس آریان بانک تعلق دارد. همین گونه حالا سامان ایر یگانه شرکت یک قطار هواپیمایی در تاجیکستان است.